بسم الله الرحمن الرحیم. نمبر خواندم دیگه مشکل نبود. نمبر براتون گفتم اپشن یک اجزای نوت پر نوت و در صاحب بده میتوانیم خوانده میشه اینجا میخوانیم. hyphenation چی است؟ hyphenation یک کلمه است که لغت انگلیسی برای ما معلوم میکنه که نصف یعنی بالا و نصف در پایین خط رفته. هایفن یک کلمه است، یک کلمه است برای ما میاره چی کار میکنه که معلوم میشه که لغت انگلیسی نصف بالا است نصف پایین است. اگر یک لغت انگلیسی کلان باشه شما بی hyphenation نباشه مثلا اینجا نوشته میکنی سی ببینید اینجا سپیس مانده و لغت اینجا آمد باید این لغت نصف شد، نصف تا بالا خط بی نصف تا پایین خط بی صحیح؟ و چیست؟ مشکل است حل خونه میشه. اینجا جه برش خورد است و اینجا هایپنیشن نیست. جه ضایع شد یا نشد؟ یکان اخبارات دیدی که لغت نصف پایین میمانه ای رقم یک کلامه میچه کسا اینی مینس یعنی در مکمل کتاب ما که لغت ها را چی شود؟ در یک خط اضافی میشه کلان می بیدی را جستیفایم باشه خواه باید چی شود؟ هایپنیشن باید شود. بخاطر هایپنیشن اینجا ما میم هایپنیشن یک کمند داریم نن است. نن که هستی مکمل میگیریم برش میم که اتوماتیک باید بید کمونیکیشن هر لغت میبینی که نصف بالا نصف پایین. دیگر اخوی تو لغت نیست کن 2 plus 8 justify دام لغت کی با دیگر جای ضرورت پیدا میکنه یک قسم چی میشه؟ یک هیپن علامه می. این هیپنیشن ما برای درس داده بودم که هیپنیشن ختم میکنی از اینجا نوت پارت سپریس دون هیپنیت ختم کردم یعنی هیپنیشن بند نباشه پس هیپنیشن ختم میشه. چیکار میکنه؟ لغت هیپنیشن در لغت جمله که باشه در پاراگراف بتونستی یک علامه داره رفت نشان میده یعنی رفت داره با لغت پایین مفهومانده شد. من ولی هیپنیشن بد اینجا نباشه شما میخوای اینجا باشه یا اینجا اکساها یس جبرش کردن میتونی یعنی هیپنیشن جبرش انتخاب کردن میتونی. یہ در یک لغت میں شدید هیپنیشن نمی باشه اس اپلای یس وقتی که لغت چی شوه و هیپنیشن شما میتونی که جبرش انتخاب کنی اپلای یس مثلا منوال یک اتوماتیک اکسک منوالی شما میتونی یک جای هیپن جور کنی به یک لغت مشخص کنی که منوالی هر کار که اتوماتیک نشه او را منوال گفته میتوانیم یعنی بدل خود هندلی یک کار میکنی. هیپنیشن اپشن automatically hyphenate document कमल डॉक्यूमेंट हैपनेशन में करे ना में मालूम होगा बस कि इंतखाब भाषा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक के बॉस भी गिरेगा इंतखाब भाषा ऑटोमेटिक हम कारनामे करें हैपनेट वर्ड्स इन कैप्स अगर कैप्लॉक्स आन भाषा बहुरूप कलान भाषा हम लुगत रची को हैपनेशन अलामा बैद बियारी
no limited یا limit معلوم باشه. limit consecutive hyphens to تا چقدر باشه. no limit حدش نیست. چارج ضرورت شد شما میتونی که بیاری. از اینجا شما میتونی limit برشید. limit نیست no limit. no limit مانا که یعنی محدود نیست. hyphenation زون ببین اینجا باز امو منوال است. منوال ما میخوایم کمیونیکیشن اینجا یک کمیونیکیشن برش بتم صحیح و دی hyphenation زون مثال کدام ایریا شما میخوایی که دی ادیت کردی بیاوری تغییرات بیاوری ببین دی وقت که ما بیم hyphenation زون هم آن نشده آف دی صورت زیاد آن نمیشه و چی وقت که زودی چه هر کدام یوزر ساحه معلوم باشه در وقت برات میگه که در کدام جای تو میخوایی hyphenation جور کنی. خب hyphenation و علامه کس که برای ما اگر لغات دری یا پشتو باشه مشکل خودیست که نصف بالا باشه نصف پایین جمله جور میکنه میفهم. اگر این رقم لغات یا علامه نباشه نصف لغت بالا بانه و نصف پایین بانه شما جدا جدا بخوانی. وقتی که لغت جدا جدا خواندی برات مشکل جور میشه. اینجا باید شما در کتاب یا در اخبار hyphenation استفاده کنی. اگر تخمین این تو لغت همی که کلان می باشه او را چی میشه؟ انتر میشه یا نسبت شود که جمع زیاد مثال مصرف نشود. لغت ها ببینی اینجا کدرجه اینجا گرفته و منظم هم میشه. اینه چی بگیم؟ hyphenation باید باشه یا نه ایچ نن. اینجا شما می نن باید شود. نن معنی ایچ نباشه. پس hyphenation چی شد؟ hyphenation چیست؟ علامه کس. علامه که اتوماتیکی پر سر داکومنت آن کردی دیگه مشکل تو حل شد اتوماتیکی برش گرفتی. در مکمل داکومنت دیگه اتوماتیک شد. هر جایی که می اینی علامه که باره چی بشه؟ اندیکیتر این خبر درس دادم این دیگه پیج لیاوت ببین سپریس این نوٹس different ornament page different first page ये हमारे दर्स दादन हिडर फुटर खुदा मरबूदी हिडर फुटर असले हिडर फुटर दबाला दो कमेंट को ध्यान रखो ये मसाफा हिडर फुटर चेक को जावे बाशा सही बाद वो एलिमेंट है शानस के कदम तरफ शमामी खास ये वक्त के बारे दर सप्रेस इन नोट फुट नोट बैची करें सेक्शन में गिरे वही कमेंट बाबू सेक्शन जुदा मिशा की रकम एक माना में तो मिसाल इंजा के भी ऐसा हास्ती पेज लेआउट सही सेक्शन इंजा वाला सेक्शन ना बोलो द सेक्शन वाला सीनिया and note with the end of section insert زیر section نوت داد یا نداره شما میخواین نوت از اینجا ختم کنید اینجا بدی نوت نباشه که نباشه اینجا باز می suppressed notes ختم کرد یا نکرد بسال بار بلده نوت درس میتم صحیح در مابین تکست نوت داره سپرس میکنه ختم میکنه مثال اینجا باید نباشه خیری و در پرتنی نوت میتون اندنت بمعنی سپیس دادن فاصله دادن اندنٹیشن مین فاصله صحیح اندنٹ فکر میکنه ورد بس choose how far to move the paragraph away from the left margin. To change the margin for the whole document, click the margin button. Control plus A.
مارجن کدام طرف چه قسم شما برش میتونی که حرکت برش شروع. ایشی شد حالت مارجن شد. باز این داکومنت ما آمدم اکول آری ایندی قوس شروع قوس بند انتر. مارجن هست یا نیست؟ چقدر مارجن برش میتی؟ شما میخوایی که مارجن بیخی کم کنی. یک کس برات میگه که همراه او ایندنت و این ایندنت چی فرق داره؟ کدام ایندنت؟ همون تاب شما خواهد اینی ایندنت. اینی ایندنت که تا مارجن رسیده باز مارجن شما نمیتونی که مینس برش انتخاب کنی. او طرف مارجن برش چی انتخاب نمیشه؟ مینس انتخاب نمیشه. خدای ایندیتیشن شما میتونی که مینس کی او طرف هم ببری. میبینی؟ فهمیدی فرقش؟ تو محدود است این نامحدود است. او محدود کار میکنه. ایندنت یا که ایندنتد؟ ایندنت به معنی چیست؟ فاصله دادن. فاصله است یا نیست؟ فاصله چی قسم فاصله است زیاد؟ ای را که است او را که است ای مارجن است یا نیست؟ ببین اگر این ایندنت شما بی از این مارجن او طرف بیره ای طرف خواهر دیا پاسان کا پاسا گم کردی ای طرف بیا ببینه تا مارجن استاد میشه مینس میشه. کدام طرف ایندنت باید بگیره ایندنت کم باشه زیاد باشه در مابین پاراگراف ها باید چقدر ایندنت باشه after paragraph before paragraph از اینجا برش ایندنتیشن انتخاب میکنه. ای طرف ایندنتیشن کی بود ای که در نرمال صفحه رقم تغییرات بیاوری بسیار خوب میشه. ای طرف کی می بود ای طرف راست و چپ اشاره است. ای طرف کی است در مابین پاراگراف ها و لاین ها است که چقدر اسپیس در مابین پاراگراف ها باید چی باشه موجود باشه. این خدا میکنه ها یہ کوئی مکمل مشکل نہیں مجھے شبہ لگا نام پانی کے بارے میں اگر تو گفتگو رو دوست دارم نام تانے گفتگو نام خراب ہے دیکھو مشکل نداری ایسے مال چیکار میکنم کی گفته بدن شما سخت ماشاءالله بسیار تکراست مشکل نداره کتاب مشکل نداره. خب همین خاطر که بایی کمنت پیدا میکنه که مشکل خانه داری تا 3 باید بره اینی لین باید باشه ست تا 4 بره در سنتر باید نوشته شروع شود اینی لین باید باشه ست تا 5 باید بره از طرف راست باید نوشته شروع شود سرات لین که بیاری اینی لین باشه ست تا 6 باید بره دسیمال باید باشه دسیمال همینی آیا کدام خط باشه یا نباشه ست name mother name job तब रपरास खत नश्ता भी करने में सही खान जाल मैनेजर सलारी طرف راست شروع میکنه نمیکنه اگر داغ برش بیتی طرف چپ شروع میکنه یوز کنه یعنی وقتی که اشاره بیتی هر وقت که دسیمال که انتخاب کنه طرف راست شروع میکنه وقتی که داغ یا دسیمال پریس کردی بس طرف چپ برد شروع میکنه اشاره اندر کامنت است همیدی رگزر ٹیچنگ میکنی انٹرویو میدی شاید این رقم کامنت شما روی برش
خدا پرسان کنه که کلفی باشه شما پرسان میکنه که میفهمه و میفهمه شما میفهمه حتی کده با شاگرد دو خوب تشریح میکنه صحیح؟ کمانده کنفیوز سخت به تشریح کنه پیج لیاوت خب ایرا خود یاد داریم کمان کی میفهمی کله کمان ریز یور هند کماندار کی میفهمی کماندار شش کمان 1 2 3 4 5 6 7 نفهمی من دیگر رو نمیفهمی باز مشکل نداری این رقم خوب است خب این دید طرف راست چپ راست و در مابین پاراگراف ها پایین از پاراگراف یا بالا از پاراگراف یک ابجکت کی وقتی که بیاوری انسرت شپ آورد یعنی کجا پوزیشنش کجا باشه از یک پوزیشن انتخاب می پوزیشن باید باشه این خبرت مکمل کار کردیم خواهی امام نمیفهمه بعضا باید چه میفهمه این کمان layout in table cell ها دیگه مشکل نداره دیگه کمان نه خدا این یک نواس موبیل تکس از پاراگراف به چی قدر حرکت کنه از این پاراگراف این قدر حرکت کرد یا نکرد صحیح کنترل پلس زی دوام است لاک اینچور داره یا نداره این باید لاک شو چهار طرف میاری ڈائریکشن از نشان میده ها در جای خود لاک استاده است نیست حرکت میکنه نمیکنه اگر او لاک نمی بود که پایین می آوردی هم بس پاراگراف و پاراگراف پایین برش میکنه اگه آبجکت صورت نمیشه ها آبجکت نه این را خواست اپشن هاید میشه و در جای خود باش گفت سرش میزنه پیچی است پاراگراف پوزیشن اندنت لاکنا الاو اورلوپ باید باشه اورلوپ به این معنی شما میتونی که یک مثال اورلوپ کنی یک در سر دیگه بودی اگر این اپشن چک نباشه اورلوپ کردن نمیتونی خالی اورلوپ خلاص شد نمیتونی میدونی اورلوپ بگی نمیشه و امام نمیفهمه که چی کار میکنه نمیشه کار میکنه که شما کار کنی میدی نشانه برات میتون که टेबल सेल ऑब्जेक्ट टेबल اول جور کو एक ऑब्जेक्ट لسلش پار تو با سرش کار چی میکنه صحیح که دا فٹ دومه یا سر دومه یا دو انزرت نمیشه کلا مشکل که چک باشه چی کار میکنه چک نمیکنه این خوچی بود ابجکت شما می توانید که ابجکت در روی صفحه باز میاریم کماندا خبرت کارم کردیم خو خیر پیج لیاوت رب همه قسم است ادیت زی کماندا خبرت هیچ کار نکنه bring forward bring send backward bring in front این که بردار تشریح چی کار میکنه میشه تدریج وارد چه کار کوي وي برنگ فارورد وظیفه چی ده وظیفه واخه
یو خیلی تا با باید دیتی بینه ولی دانم کنه یو استاد برین فارورد استاد اگر مثال تکس هم باشه پشتی تکس نه استاد مثال استاد کی گفت کی میگه گم مثال استاد اگر دو کی برات گفت استاد دو رقم کار که استاد دو آبجکت استاد سراسر بیم استاد اگر برین فارورد که استاد سر آبجکت نه استاد اگر یک سنگ باکورد که استاد باز پشت آبجکت اون send back bring forward or bring to front چی بنا کدام استاد command استاد برینگ برند استاد چی سر تکس نه استاد no bring in front of the text چی کار میکنه استاد اون کس تو سر تکس نه استاد یکی از دسر آبجکت نه استاد استاد اگر آبجکت ای رقمی می دسر تکس نه فرق کنه گوفی سلام یو چی کار میکنه کمانده استاد مثلا داشت داریم و اگر باید درست معلوم نشه بخواهیم یک سرش منی بازی را باید تو فارورد کنیم باز پشت سر کنیم چی فرق همراه in front of چی فرق دارم bring to front تو استاد شو تو استاد شو بطریق نمیجی کنش یو بس فرق بین او یکی پیش بود یه دو ماخر excellent thank you شرم ده در قرآن شرم است سو وقتی از خواب میخیزی می بس که خانی بس که خواب شوی چقدر پیدا ذهن خراب میشه اگر گناه نارم shut up سلام آخری object هست یا نیست page layout bring forward از یک پیش روی میاره اگر داخلی object باشه داخل است یا نیست یا object bring to front از کل یک وقت پیش آورد command سیومی است bring in front of the text اگر the behind the text می بود مکمل behind the text است یا نیست شمالی میتونی که برش بگوی bring in front of the text شروع text باید بیاری object اولی انتخاب است اینجا sing backward امو کار میکنه از یک پشت سر چه میکنه میبره اگر شما برش بگی bring send to back از کل یک دفعه میره و send behind the text چی کجا میبره پشت سر text هم میبره اگر چی باشه text square حالات نباشه این رقم حالات باشه صحیح فهمیدی ابجه کنم دی مشکل خونه داری یہ باید د شب کار کرده مکمل مشکل یس نو بروز شبا پرکتیکل 5 نفر امتحان داری در نیستم فهمیدی؟ اگر پاس شدی اگر نشد دیتی وزیر صحیح 5 نفر ما برش پلانا اینجا باید بیم و باش کمان میکنم تشریح کنم سر ورد تا اینی ساها شوار
و روز بخیر. امروز شنبه دوشنبه بخیر. دوشنبه عندك به دوشنبه که می‌بینی شما می‌بینید مکمل پروگرام آورده. تکسپان یک ایرا چوکاٹ که باز میشیره پن گفته میتوانیم. ایرا مکمل میتوانیم که ابجکار هاید و شو کنیم. معلوم شوا معلوم نشوا چی و بدرد میخوره وقتی که شما دیزاین میکنی یک ابجکت برات مزاحمت میکنه به خاطر و ابجکت باید موجود باشه یا نباشه. ایرا چی میگه؟ تکسپان میگه. ابجکار میبینی ای کلاگی برات هاید بید شو پنهان شو کلاگی پاس بید بی یک باید هاید شو میبینی یک باید شو یک ابجکت انتخاب کردی ای باید سن بکورد و فارورد اینجا انتخاب کرده میتونی. میبینی وظیفه بکورد و چی برینگ فارورد و سند بکورد اینجا کار میکنه. این برای درس دانه مکمل. مثلا این فرق سند برینگ فارورد سند فارورد چی هست؟ فرق چی؟ فرق صد خردوش یک کار میکنه. مثلا سند فارورد و برینگ فارورد. سند فارورد و برینگ فارورد؟ خردوش یک کار میکنه. صد داده آویزه چی هم اینجا سنیست. اولینی ابجکت برات کار میکنه. سی ابجکت داریم یا نداریم؟ اینی ما برش میگیم که باید چی شود؟ send to back. send to از یک باک شد یا نشد؟ یک باک میشه. اگر اینجا ما میم برینگ فرانت از کلاگی باک میکنی send to back باید برش میگیم. اینگه خود زیر تکست هست. صحیح؟ کنترول پلس N کار مختلف رنگ میتن که ببینیم. صحیح؟ اینی ابجکت از کلاگی آخر هست یا نیست؟ ما میخوایم برینگ فارورد یک پیش به یا نمی ما میخوایم سند بکورد از یک پشتشتر بید پس برا ما میخوایم از کلاگی بید یک وقت بید از کلاگی بید چی شا؟ یک وقت برینگ تو فرانت میگم کلاگی یک 100 دانه که باشه به یک کلیک پیش می 100 دانه که باشه یک دفعه باید پاس برا سند تو باک. فهمیدی؟ دوام کماند ایش چیست؟ برینگ in front of the text اگر behind text می باشه از چه قسم؟ behind text که می باشه شما میتونی که front of the text بیاوری. Control plus N equal اینی شپاس ای behind text هست یا نیست؟ اینجا شما میخوایی که bring in front of the text شروع text آورده یا نورده؟ اینجا پس میخوایی که send behind the text دیگه بگو این خود برات کار کنه مکمل. این خود ابجکت خواندی یا نخواندی؟ yes no این برات کار کنه. فهمیدی؟ درس باید بخوانیم دیگه چیزا ما نمیفهم. درس خواندن خب بسیار آفرین بسیار خوب میشه رسم بس همین سوال بسیار معقول بود. گروپ یک جای میکنه آن گروپ پس از گروپ چی میکنه؟ میکشه. صحیح؟ این خلاص کردن و